امروز در این ویدیو می‌خواهیم داستان زن و شوهری را شرح دهیم که بعد از چند سال زندگی مشترک فهمیدن که خواهر و برادر هستند. در این ویدیو به بررسی این اتفاق و از نظره دو دین اسلام و مسیحیت می‌پردازیم. یه زن و شوهر آلمانی بعد از 10 سال زندگی مشترک و 4 تا بچه داشتن، یهو فهمیدن که خواهر و برادر واقعی هستن. هر دوشون تو بچگی به فرزند خواندگی دادن بودن و اصلاً از پدر و مادر واقعیشون خبر نداشتن. یه روز توی مهمونی خانوادگی با هم آشنا شدن، عاشق هم شدن و ازدواج کردن. 10 سال گذشت. یه روز یک کدومشون دلش گرفت واسه پیدا کردن ریشه هاش. رفت سازمان مربوطه، تحقیقات ژنتیک انجام داد و زد زیر همه چی. آزمایش نشون داد اون 2 تا از یک پدر و مادر زادن. یه شوک عظیم برای هر دوشون. اما جالبش اینجاست. با این حال تصمیم گرفتن جدا نشن. گفتن ما یه خانواده ایم، بچه داریم، 10 سال زندگی کردیم. نمیشه. از نظر قانون آلمان ازدواج خواهر و برادر ممنوعه. ولی احتمالاً به خاطر شرایط خاصشون بهشون سخت نگرفتند. پس خلاصه کنم، یه اتفاق نادر ولی واقعی، ناشی از محرومیت از اطلاعات هویتی در سیستم فرزندخواندگی. یه تراژدی عاطفی که آخرش عشق بر قانون و عرف غلبه کرد. نظر اسلام این حادثه از چند جنبه شرعی، اخلاقی و حقوقی قابل بررسی است. 1. حرمت ازدواج خواهر و برادر، حرمت نکاح در محارم. در اسلام ازدواج بین خواهر و برادر حرام قطعی است و جزو محارم نسبی محسوب می شود. آیه 23 سوره نساء. حتی اگر طرفین جاهل به این رابطه باشند، این حرمت پابرجاست. در این مورد خاص، نکاح آنان از ابتدا باطل محسوب می شود، زیرا یکی از موانع قطعی نکاح نسب وجود داشته است. 2. وضعیت فرزندان، اولاد حاصل از این ازدواج. از دیدگاه فقهی، فرزندان حاصل از چنین پیوندی حلالزاد محسوب می شوند، زیرا والدین از این رابطه بی اطلاع بودند و قصد حرام نداشتند. بنابراین فرزندان مجازات نمی شوند و حقوق شرعی کامل را دارند. اما به دلیل روشن شدن اصل و نسب، حقوق ارث و حضانت بر اساس قوانین شرعی خواهر و برادر تنظیم می شود. 3. مسئولیت شرعی زوجین پس از آگاهی. به محض آگاهی از این رابطه، باید از هر گونه رابطه زناشویی خودداری کنند و نکاح فسخ شود. ادامه زندگی به صورت زن و شوهری به هیچ وجه جایز نیست، حتی اگر عاطفه عمیقی بین آنان وجود داشته باشد. اسلام در این موارد قاطعانه بر رعایت حدود الهی تاکید دارد. 4. تکلیف شرعی در مورد فرزندخواندگی. اسلام بر شفافیت نسب تاکید بسیار دارد. در فقه اسلامی، فرزندخواندگی به شیوهی که در غرب مرسوم است، با تغییر هویت و مخفی کردن نسب مجاز نیست. در اسلام، کفالت و سرپرستی اطفال بی سرپرست توصیه شده، اما کودک باید هویت واقعی خود را بداند و محرمات نسبی رعایت شود. 5. نگاه اسلام به عشق در چنین مواردی. اسلام احساسات انسانی را محترم می‌شمارد، اما هیچ عشقی را بالاتر از احکام الهی نمی‌داند. در این موارد توصیه شرعی این است که با توکل بر خدا و برای رضای او این رابطه را قطع کنند. 6. راهکار شرعی پیشنهادی. طبق نظر اکثر مراجع، این دو باید بلافاصله از هم جدا شوند و تمام تعاملات بعدی آنان باید در چارچوب روابط خواهر و برادر باشد. ضروری است برای جبران این ناآگاهی توبه کنند و در ادامه زندگی حدود الهی را رعایت کنند. جمع‌بندی نگاه اسلامی. این 10 انسانی، اهمیت شفافیت در نسب و لزوم رعایت قوانین محکم شرعی در ازدواج را بیش از پیش نشان می‌دهد. اسلام با شفافسازی هویت و تاکید بر حفظ حریم محارم از وقوع چنین فجایع عاطفی پیشگیری می‌کند. در عین حال برای کسانی که ناخواسته در چنین وضعیتی قرار می‌گیرند، راه توبه و بازگشت را باز می‌گذارد و برای فرزندان نیز حقوق کامل قائل می‌شود. پاسخ نهایی اسلام قاطع است: جدایی فوری و تبدیل رابطه به یک رابطه شرعی خواهر و برادر. از دیدگاه مسیحیت، با تمرکز بر آموزه‌های کلیسای کاتولیک و پروتستان، این حادثه در چند محور اصلی قابل بررسی است. 1. ممنوعیت قطعی ازدواج با محارم. قوانین ازدواج در مسیحیت، ازدواج با خواهر یا برادر به طور صریح در کتاب مقدس ممنوع شده است. لاویان 18 6-18، اول قرنتیان 5 1-5. این عمل گناه بزرگ محسوب می شود و ازدواج را باطل می کند. حتی در صورت ناآگاهی اولیه، پس از کشف این رابطه، ادامه زندگی زناشویی غیر ممکن است. 2. نگاه به فرزندان حاصل از این ازدواج.
فرزندان حاصل از این پیوند بیگناه تلقی می شوند و کلیسا آنان را جزء گناهکاران نمی داند. اما از نظر حقوقی نسب آنان نامشروع محسوب نمی شود، زیرا والدین قصد انجام گناه را نداشتند. 3. تکلیف زوجین پس از آگاهی. پس از کشف حقیقت باید بلافاصله زندگی زناشویی را قطع کنند. در کلیسای کاتولیک چون این ازدواجی باطل اعلام می شود و باید فسخ رسمی شود. ممکن است کلیسا برای آنان مراسم توبه برگزار کند و بر بخشش الهی تاکید کند. 4. موضع کلیسا در مورد فرزندخواندگی و افشای هویت. مسیحیت بر صداقت و افشای حقایق ضروری تاکید دارد. اگر سیستم فرزندخواندگی منجر به چنین فاجعه‌ای شود، از نظر اخلاقی مقصر اصلی نهادهای مسئول هستند که هویت واقعی را مخفی کردند. 5. راهکارهای پستر روحانی. یک کشیش یا روحانی معمولاً این راهها را پیشنهاد می‌کند: جدایی فوری و تبدیل رابطه به یک رابطه خواهر و برادر، درمان روحی و مشاوره برای عبور از بحران، تاکید بر بخشش الهی و شروع زندگی جدید، حمایت از فرزندان برای کاهش آسیب روانی. 6. تفاوت‌های فرقی. کلیسای کاتولیک سختگیرتر است. ازدواج را کاملاً باطل می‌داند و احتمالاً فسخ شرعی ضروری است. کلیسای پروتستان گرچه همین حکم را دارد، اما ممکن است بر رحمت الهی با سازی زندگی تمرکز بیشتری کند. 7. نکته مهم: ازدواج با محارم در تاریخ مسیحیت. در عهد عتیق مواردی از ازدواج با محارم وجود دارد، مانند ازدواج ابراهیم با ساره که نیم خواهر او بود، اما پس از قانونگذاری موسی این عمل کاملا حرام شد. در مسیحیت امروز هیچ استثنایی برای این قانون پذیرفته نیست. جمع‌بندی نگاه مسیحیت: این ازدواج گناه است هرچند ناآگاهانه و باید فسخ شود. ترحم و حمایت روحانی از خانواده ضروری است، زیرا آنان قربانی خطای سیستم بودند. فرزندان نباید شرمسار شوند و کلیسا موظف به حمایت عاطفی از آنان است. توبه و بخشش الهی راه نجات برای زوجین است. در یک کلام، از نظر مسیحیت این ازدواج غیر مقدس باطل است، اما رحمت خداوند شامل حال کسانی می شود که ناخواسته مرتکب چنین عملی شدند.